سفارت افغانستان در ترکیه روند توزیع پاسپورت را از سر گرفت. سفارت افغانستان تحت مدیریت حکومت طالبان در ترکیه اعلام کرده است که روند توزیع پاسپورت برای شهروندان افغان مقیم این کشور پس از 4 سال وقفه از سر گرفته شده است. این روند از شهر انقره پایتخت ترکیه آغاز شده و به هدف تسهیل امور اقامتی و هویتی مهاجران افغان صورت گرفته است. در اعلامیه که از سوی سفارت افغانستان در انقره نشر شده آمده است که این اقدام به منظور بهبود خدمات کنسولی و پاسخگویی به نیازهای اساسی مهاجران افغان انجام شده است. سفارت تاکید کرده است که روند توزیع پاسپورت ها مطابق اصول اداری و در هماهنگی با نهادهای مسئول در ترکیه انجام خواهد شد. از سرگیری این روند با استقبال گسترده مهاجران افغان در ترکیه روبرو شده و بسیاری از شهروندان افغان آن را گام مهم در راستای حل مشکلات اقامتی، حقوقی و دسترسی به خدمات عمومی عنوان کردند.